سلام برمکسن چطورید؟ خوش اومدید به یه ویدیو دیگه. اول ببخشید که من نمیتونم بلند حرف بزنم، ساعت اینجا 3 و خورده شبه و اینکه زیادش گفتم سریع تا کامیون هست یه پارت دیگه از آموزشمون رو بریم جلو و اینکه ویدیو قبلی رو خیلی ویو گرفتیم، واقعا مرسی. کامنت گذاشتید آقا برادری بدیم برو ولی در حال توی تامنیل ندید اینجا میگم لئون رو به آموزش بدم برخلاف حرفایی که شما زدید، ولی قطعا آموزش ها رو میذارم. ولی لئون چون برادریه که خیلی جدیدن به درد میخوره تو کاور لیگ، رسما توی همه مودا لئون بهترین در واقع انتخابه. لایک کامنت سابسکرایب کنید، یادتون نره خب اسکین آخر گرفتیم، اسکین شدی بیناموسی و تایملس. یه لژند بزنیم بخواد به افتخار شما آقا. خدا وکیلی من فقط هایپر شارژ میخوام، اسکین مسکین نمیخوام، هایپر شارژ بده. یعنی تنها چیزی که میتونم از این چیز بخوام هایپر شارژ. هایپر لیتس گو. ولی هایپر اسپروس داد استار اینکه میتری که هر 5 ثانیه. آره گیرم گجت برای لئون همیشه گجت لولیپاپ بهتره، همین که غیب میکنه. جدی بفرمایید. گیر همیشه دمیج و سرعت، چون اگه واقعا بوش نباشه خیلی کرینجه. میتیکش زیاد یوزفول هم نیست، چون واقعیتش اینه که بچه‌ها لئون تو اگه پلیر خوبی میخوای باشی تا نباید واسه ثانیه آخر بری تو شکم یارو. مثلا سوپر میزنی یه 5 ثانیه بعدش باید کار یارو بسازی، یعنی 5-6 ثانیه بیشتر زمان نمیخوای برای سوپرش. به نظر من البته میشه نظرتو بکنی تو کون. سرعت دمیج با هیل و این لولیپاپ زشش، این ستش بود. بهترین اسکینش هم که دیگه حرف نمیزنیم. بریم مثلا الان کامیار سوپر میگیره، الان هیلش کمه، دیدید هیلش فول میشه، الان راحت میاد دوباره میاد، دیدید. الان منم هیل کردم اومدم، الان من از بالا بیام بزنم خب همه تیرام حدودا میخوره، ولی از پایین بیام ببینید خیلی نکته مهمیه، تیرتون پخشتر میشه. پس اینو دقت کنید، اینو یاد بگیرید. ولی شما دارین توضیح میدین آقا، این نفع بازه. ببینید کجا گجت میذاریم. ببین مثلا ای بخواید اینجا بذارید، مثلا کامیار اونجاست، من اینجا میذارم. مپ باز خیلی مهمه. مثلا کسی برالر رنج میاره آقا، مثلا یارو براکه جلومه، من اینجا میذارم براکه. خیلی عقب‌تر. نکته گجت پس این شد، اگه رنج بود حریفتون و ترور بود، اول که این ترور بود پشت دیوار که نمی‌کنید میکنتون دیگه. اگه رنج هم بود عقب‌تر خودتون بکنید، مثلا خواستید برای من خیلی هم مپای های هستن مثلا رنج جلومه، من راحت با لئون پارش میکنم، چون یه خورده عقب‌تر میکنم دیگه یارو نمیشه اصلا نزدیکم شد. اگه نزدیکم شه سوپر میگیرم ازش، به سوپر رو بگیرم کارش تمام. پس این نکته رو کامل بلد شید. راجع به هایپرش هم نظر بدم، سوپر دارید هایپر بزنید، به جز سوپر نزنید تا من اینکه کم مونده باشه سوپرتون باشه. همین بس. خب بدیشو که ببینید جلیسی کجا میذاره، همونجوری که خودش گفت نحوه تیر زدنش اینا خیلی مهمه. حالا دستتون میاد چند مدت بازی کنید. بچه سوپرشو ببینید، دیدید چقدر قشنگ سوپرش استفاده کرد. الان هایپر زد چون باید سریع میرفت دنبال توپ کنید. دیدید خیلی جای حسابی های هایپر نمیزد شاید میباختن واقعا. واقعا سخت بود اینجوری یک بس. باعث میشه سریعتر سوپر بگیری. الان
بشنه مهم اینه که اسکیل بازی رو یاد بگیرن. بچه ها درک میکنن دیلی تو اینا رو. ببین بچه ها اینجا دیر اومد از سوپر بالا. به نظر من یه خورده بیشتر هم میتونست بمیره. اوه اوه بیبیتون محیط بیشتری ایزی. بچه فاصله‌ای که از برالر میسیو گرفت دیدید؟ یه فاصله بود که اگه گجت هم بزنه دیگه کامیار چیز نمیشه، اینویز نمیشه، چیز نمیشه، استان نمیشه. ببین الان اینجا سوپرشو زد، الان دیگه کاش بهش پاس نمیده. بچه الان که میبینید کامیار واقعا چیزه، کامیار واقعا دیلی داره. یعنی این وقتی شبم من آوردمش اذیت بشه اینا عجیبه. اینم از این ویدیو بچه ها. امیدوارم که راضی باشید از پارت لئون. واقعا اول یه تشکر ویدیو کنم به کامیار مرسی که تمام نداشت توی این راه. حالا یه پرسش و پاسخ قطعا میریم توی این روزا، توی روزای عید که شما بپرسید ببینیم چیکار می‌کنیم دیگه حرف نمونه. لایک کامنت سابسکرایب یادتون نره و بریم تا ویدیو بعدی. پیس اوت.